خدای خالق این جهان را صدا بزن. خدایی که مهربانیش هرگز پایان نمیپذیرد. قدرت مطلقش هر لحظه جاودانه تر می گردد. او هرگز نمی میرد و هرگز شکنجه و آزاری به کسی نمی دهد. او و کارهای بی‌نظیر و شگفت‌انگیزش ستودنی و پرستیدنی است. او خداست. او با ماست. او بی همتاست. خدا ما را آفرید. خدا ما را خالق آفرید. او ما را با سرشت و طبیعتی خاص آفرید. با الهاماتمان، با حواسمان، با ذهنمان، با قلبمان. خدا ما را آفرید تا خدای خود روی زمین باشیم. او حضورش را از ما دریغ نکرد، حتی زمانی که آلوده به گناهان بیشمار بودیم و ما را در دستان خود گرفت تا نجات یابیم و به رستگاری برسیم. او خدای بی نهایت بخشنده، محتشم و خارق العاده است. اما ما نمی توانیم او را چنان که در خور اوست بستاییم. خدا آنجاست. خدا اینجاست. خدا همه جاست. او فوق‌العاده به ما نزدیک است. او خود ماست. خوبی او ما را زنده می کند. لطف او ما را می بخشد. نگاهش به ما امید می دهد. مهربانیش درس می دهد. حکمتش صبورمان می سازد و عشقش نجاتمان می دهد. خدا آنجاست. خدا اینجاست. خدا همه جاست. او فوق‌العاده نزدیک است. او خود ماست. او که همیشه بوده و هست و تا ابد همینطور باقی خواهد ماند. خدا در ماست. خدا قدرت خود را به ما می بخشد و عظمتش را نشانمان می دهد. هر که در خدا غرق شود او را خواهد دید. خدا اینجاست. خدا در ماست. او خود ماست. هیچ چیز آنطور که بود نیست و هیچ چیز آنطور که هست باقی نمیماند. اما وقتی امیدت به خدا باشد، جهانت در نوری جدید خواهد درخشید و وقتی خودت را به خداوند وصل کنی، دریچه‌های روشن به روی تو باز می‌شوند و زندگیت معنا و جهت می‌گیرد. زیرا خداوند خود به تو وعده می‌دهد که من اینجا هستم. من آنجا هستم. من به طور نامفهومی به شما نزدیکم. خوبی من به تو زندگی می‌دهد و لطف من تو را خواهد بخشید. من اینجا هستم. من اینجا هستم. پس برای همیشه همینطور با ایمان بمان. من برای تو اینجا هستم. هیچ چیز آنطور که بود نیست و هیچ چیز آنطور که هست باقی نمیماند. اما وقتی امیدت به خدا باشد، جهانت در نوری جدید خواهد درخشید. وقتی خودت را به خداوند وصل کنی، دریچه‌های روشن به روی تو باز می‌شوند و زندگیت معنا و جهت می‌گیرد.
زیرا خداوند خود به تو وعده می دهد من اینجا هستم، من آنجا هستم، من به شما نزدیک هستم. خوبی من به تو زندگی می دهد و لطف من تو را خواهد بخشید. من اینجا هستم، من اینجا هستم. پس برای همیشه همینطور با ایمان بمان. من برای تو اینجا هستم. کلام پایانی من با خداوند: خدای عزیزم، می توانم همه چیزم را به تو تسلیم کنم، اما تو را هرگز رها نمی کنم. تو همه میراث منی، تو دارایی 30 سال عمر من، جان من، پناه منی. من چقدر تو را دوست دارم. حتی اگر همه چیزم را از من بستانی، من باز تو را دوست خواهم داشت. هرچند که خوب می‌دانی تو موهبت الهی زندگیم را به دستانم خواهی رساند و من چه نیکبختم که تو را خالق خویش می‌شناسم. دوستت دارم خدا، دوستت دارم. دوستتون دارم.